این موضوع مجلس با این همه آدم مخالف به کجا میخواد برسه؟ نمی‌کنه. سوالت بیشتر شبیه جواب آقا خالید. نه این ابدا نمیخوام زود قضاوت کنم. از کنجکاوی پرسون. پادشاه دستور میده، ما انجام میدیم. به مذاکره چه نیازی؟ نزدیک 2 قرنه که به نظر میاد پادشاه دستور میدن و مقام‌های دولتی انجام میدن، ولی در واقع هیچ کاری انجام نمیدن آقا خالید. فرض کنیم حق با تو باشه پاشا، ولی اگه این همه آدم بخوان نظرشونو بدن به کجا میرسه؟ عادت میکنیم که نظراتشونو هم بشنویم و به افکارشون احترام بذاریم. اون وقت میبینی به یه جایی میرسیم. میگم که این وسط میخوایم کار درست بشه و ضرر نکنیم. ضرر نمیکنیم آقا خالید. تسلیم فتنه‌گران هم نمیشیم. ببین آقایون، اینطور که معلومه تو هیچ موضوعی به توافق نرسیدی و هیچ موضوعی حل نشده. وظیفه شما این نیست که اختلافات جدیدی درست کنید. وظیفه شما اینه که چاره جدیدی پیدا کنید. این حرفم هم شامل همه میشه. جناب صدر اعظم، مسئله‌ای که دفعه پیش حل نشده بود چی بود؟ باید به عرضتون برسونم که تعالیم اصولی ینیچری سرپرست. این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست. کافیه! یادتون نره در حضور پادشاه هستید آقایون. توی مشورت بیان نظرات همه مهمه آقایون. ازتون انتظار میره که نظراتی که برای دولت عالی مفیده رو با احترام بیان کنید. کسایی که نمیتونن با احترام برخورد کنن فوراً مجلس رو ترک کنن. تو نظرت چیه؟ ممنونم سرورم. در اصل این دو عقیده که مخالف همن هدف نهاییشون یکیه: پایدار بودن دولت عالیه. گریه نکن گلفتان، خواهش میکنم. حتما یه راهی پیدا میکنیم. مگه میشه با تصمیم پادشاه مخالفت کرد؟ حتی کارای عروسی هم شروع شده. کاش یه راهی بود، ولی نیست. اگه زیاد نبودن درآمدم تو رو نگران میکنه چندان مهم نیست. یکم سرمایه دارم، با همون میتونیم زندگی کنیم. به زودی ازدواج میکنیم و بعدش برمیگردیم روسیه. خیلی هم خوشبخت میشیم. تا آخر عمر زندگی میکنیم. من دارم حرف اشتباهی میزنم؟ نیکولای، شرمندم، ولی فکر میکنم پادشاه در مورد رابطه ما دچار سوء تفاهم شده. یعنی من به خاطر کارم توی قصر از تو جدا نشدم یا برای ترس از پادشاه. من فقط حس قلبیمو بهت گفتم. برای چی؟ ما نمیتونیم کنار هم باشیم. همیشه این حسو داشتم. همه حرفای تکراری. عشق تو کار نبوده. آنا تو هنوز ذهنت درگیری داره. این بدخلقی قبل از ازدواجه. ما از بچگی همدیگه رو میشناسیم، خوبم میشناسیم و مطمئنم که احساست نسبت به من بعد از ازدواج حتما نفس میشه و برای این هر کاری بتونم میکنم. نیکولای، مادر بزرگم یادته چی میگفت؟ هیچ کاری رو به زور نمیشه انجام داد. خیلی متاسفم که به خاطر من به این وضع افتادی، اما باور کن درستش اینه. مطمئنم یکی میاد که خوشبختت میکنه. لطفاً منو ببخش نیکولای. خدا نگهدار.
سرورم باور نکردنیه. امروز شاهد منظره دیروز نبودیم. همه با هم خوب بودن. فکر کنم داریم به هدفتون میرسیم. بله، البته نامیک. زودتر از چیزی که انتظارشو داشتیم داریم به هدف میرسیم. عالیه. وقتی حرمت به شدت غالب بشه، اتحادم ظهور پیدا میکنه. بال این کبوتر رو شکستیم، اما نفهمیدیم پادشاه دیشب برای چی صداش کرد. چیز مهمی نیست. عبدالمجید مریض شده بود. همش آنا گفته، چیزی برای نگرانی نیست. چه خبر معلم؟ برای هدیه‌تون خیلی ممنونم، ولی دیگه نیازی نیست. من با کسی ازدواج نمی کنم. از اینجا هم نمیرم. دیگه بهتره که به من عادت کنید. به نفع خودتونه. همه با جون و دل دارن کار میکنن سرورم. تا یه هفته اسلحه خونه شروع به کار میکنه. به لطف شما سایتون مستدام. عالیه. مسابقه بین لاهاناچی ها و بامیچی ها نزدیکه. به مناسبت افتتاحیه اسلحه خونه میخوام مسابقه رو به جای قصر بین مردم برگزار کنیم. اینجوری مردم هم میتونن تماشا کنن. هر طور که شما صلاح میدونید سرورم. اون تیرانداز قهار رو پیداش کردم قربان. مهارت لازم و داره. نگران نباشی، قهارترین تک تیرانداز این پای تخته. امیدوارم. شما لاهانچیا میخواید بامیچیا رو شکست بدی؟ حالا ببین چطوری شما رو شکست بدی. بامیچیا میخوان ما رو شکست بدن. منو نخندون موسا، مثل اینکه مسابقه قبل رو یادت رفته. میخوای شرط ببندی؟ همه دارن راجع به مسابقه حرف میزنن. نصف قصر لاهاناچی، نصف دیگرش هم بامیچی شدن. اولین باره میخوام تماشا کنم. خیلی هیجان دارم. هیجانتو میفهمم، ولی یه موضوعی هست. تو این مسابقه خانوما شرکت نمیکنن. یعنی چی؟ مگه ما آدم نیستیم؟ ما حق نداریم تفریح داشته باشیم؟ این مسابقه بین مردا زد و خورد توشه. برای خانوما اصلا مناسب نیست. به نظر منم بهتره که خانوما تو شرکت نکنن. سرورم، گاهی با این حرفاتون منو متعجب میکنید. ما چه فرقی با مردا داریم؟ میشه لطفاً برای من توضیح بدین فرقمون چیه؟ تو منو نفقط کن، همیشه متعجب. بعضی چیزا میشه، بعضی هم نمیشه. چه بحث علکی میکنی؟ سرورم، اگه اجازه بدین من میخوام بیام. نمیشه، امکان نداره. نادیا، نیکولای، این چه وضعیه؟ اومدم برای خدافزی. من دیگه دارم میرم. برای همیشه؟ ظاهرا که اینطوره. نمیخواستم ولی خب دیگه. به خاطر آنا. کشی داره به زودی حرکت میکنه. اومدم تشکر کنم به خاطر همه کمکایی که کردی. چی شده بود؟ تونستی باهاش حرف بزنی؟ آره حرف زدیم، ولی موضوع چیزی نبود که حس میزدم. آنا منو دوست نداره. خیلی سوالا داره. توی ذهنم چرخ میخوره ولی جواباشونو پیدا نمیکنم. شما هر کاری از دستتون برمی اومد کردین، ولی همه چی بی خودی و همه چی بیهوده بود. تو آدم خیلی خوبی هستی نادیا. برای همه چیز ممنونم. به سلامت نیکولای. نمیشه کبوتر، عمرن نمیشه، ابدا نمیشه. چند بار باید بهت بگم کبوتر؟ منو بکشی بهتر از اینه که چنین چیزی ازم خواهش بخوای. میکنم انور آقا، چیزایی که میخوامو پیدا کن و بقیه‌شو بسپار به من. نمیشه کبوتر، نمیشه. تو یادت رفته به من بدهکاری؟ آره
باشه کبوتر باشه. اونایی که میخوای میارم، فقط اگه پادشاه عصبانی شد به من اصلا مربوط نیست، اصلا. زنده باشی. همه حاضرن سرورم. عالیه، پس بریم. سرورم. هم این پارچه کیه اینجوری؟ معلومه که قاید قانون بلد نیست. معلومه از کجا اومده؟ چیزه سرورم، من خوب نمیشناسمشون. اگه میخواید خودش بگه. سرورم، من بندتون احمد پاشا هستم. خدای من، فقط این قانون مونده بود که زیر پا نظری که اینم انجامش دادی. فوری برو تارم سرا. سرورم، ولی گفتیم به عنوان خانوم نمیتونم بیام. نگاه کنید، روبروتون احمد پاشاست. خیلی خوب احمد پاشا، شما هم تشریف بیارید. عقب نمونید دیدم. ممنونم سرورم. بهت گفته بودم که محمود نمیتونه تحمل کنه، میاد بیرون بره. از کنارم جدا نمیشه. چشم سرورم. هر جسارتی یه تاوانی داره. حق با شما سلطان. امروز اون باید تقاض پس بده. گیرم از سر جاشون هستن. عالی. کسی که کنار پادشاه رو شما میشناسیدش؟ نمیشناسم آقا خیرالدین. ببینم مگه نباید شما کنارش باشید همیشه؟ پادشاهمون اینطوری صلاح دونستن، به ما چه آقا خیرالدین؟ جوانمردی با حرف نمیشه. این میدونه که مشخص میکنه. ببینیم کی میفته روی زمین. خیلی خوب جوانمردا، شیر مردا، شروع کنید. مسابقه شروع میشه. میخوام ببینم که چی کار میکنید در حضور سلطان. قبلا بهت گفته بودم گوش نمیدی که. درسته سرورم، ولی من خیلی هیجان زده شدم. ببین به خودت بیا معلم. نیکولای خواهش میکنم صبر کنی. نادیا،
یه اتفاق ناخوشایند افتاده، شما باید بمونید. آنا تو خطر، اون دقیقاً کنار دست سلطان نشسته. من براش نگرانم که مبادا به اونم سوء قصد بشه. وقت بقیه اعضای قصد کجاست؟ همه تو میدون مسابقه، من نگران سوء قصدم. سوء قصد کنن؟ وقت محافظه پادشاه کجا هستن؟ اونا از این اتفاق بیخبرن. نیکولای، آنا در خطره. شما باید با من بیایید. موضوع پیچیده شد. آنا صدامو میشنوی آنا؟ آنا سرورم حالتون خوبه؟ من خوبم آنا، تیر خورده. فورا کالسکه بیارید فورا. اطاعت میشه. کجایی حیوان؟ خودتو نشون بده. آنا تو رو میرسونم قصد، خوب میشی آنا؟ زدیش؟ زدم، ولی اینجا خیلی خطرناکه. پادشاهو باید فوراً از اینجا ببریم. حق با توه. من ببینم این ور باز تیرانداز هست یا نه. پادشاهو میسپارم به تو. سرورم سریعا باید شما رو به جای امن ببرم. من بدون آنا هیچ جا نمیرم. سرورم اگه لازم باشه ما معلم. طاهیر گفتم بدون آنا جایی نمیرم. کالسکه کجا؟ آماده است، منتظره. خیلی خوب، بس بریم. پدرک واسه چه بیشرف. پراکنده بشید. دور شید. دور بشید از اینجا. پراکنده شید. پراکنده شید آقایون. از اینجا فاصله بگیرید. از اینجا دور شو. معلوم از رومیاست. نجاتت میدم، تحمل. سریع‌تر برو، سریع‌تر برو. میدونی اینجا موندن برام خیلی خسته کننده است. نمیتونم باور کنم کسی که دوستش دارم اصلا منو دوست نداره. هر چقدر از اینجا دور باشم برام خیلی بهتره. باید از اینجا برم. آره اشتباه نکن، اون تو رو دوست داره ولی مجبوره، چون الان یکی از افراد مهم پادشاه شده. خب میتونی به من بگی که واقعا این به من چه مربوطه، چون اونو سفیر فرستاده به قصر. اگه آدمای پادشاه بفهمن اون یه جاسوس زندش نمیذارن. من خیلی تلاش کردم که روز اول بهت بگم اما نتونستم. برای اینکه خود آنا نمیخواست بهت بگم، ممکن بود تو رو بکشن. چرا باید حرفتو باور چرا نمیفهمی نیکولای؟ اون برای نجات جون تو و پدرش این کارو کرد. بهتر از خود سفیر بپرسم. تو این کارو نمی‌کنی، چون اگه بفهمه نه تو رو زنده میذاره نه آنا رو، پدرش هم میکشه. چرا متوجه نیستی؟ اگه اینطور بود توی نامه برام همه رو مینوشت. اون چند بار خواست این کارو بکنه ولی سفیر اون مانع شد. نیکولای اینو ببین. وقتی فهمید من خواستم کمکت کنم منو تهدید کرد.
خب ما باید چی کار کنیم؟ ما باید چه غلطی بکنیم؟ اول تو باید با آنها صحبت کنی. تو باید اونا رو قانع کنی که همراهت بیان، وگرنه پادشاه اونو میکشه. نیکولای، تو باید اونا رو هر طور شده از این کشور ببری. اگه برم پیش سفیر چی؟ این کارو نکن، من بهت کمک میکنم. ما زیاد وقت نداریم، باید عجله کنیم. برو باهاشون حرف بزن و قانعشون کن. حکیم کجاست؟ فوراً بهجت مولا رو صدا کن. بیا زفیر بیا. منم داشتم واسه مراسم ختم لباس مناسب انتخاب می کردم. هرچی باشه امروز باید یه سر بریم قصر و باید لباس مناسبی داشته باشم. دیمیتری، متاسفانه کار اونجور که میخواستیم پیش نرفته. یعنی چی؟ زفیر، صدای تفنگ تا اینجا اومد؟ تیرانداز داشت محمودو میزد، ولی لحظه آخر یکی پرید جلوش و زندگیشو نجات داد. کی؟ چی داری میگی زفیر؟ جاسوستون برای نجات زندگی پادشاه خودشو فدا کرده. چقدر دیگه کار داره؟ نتونستین گلوله رو در بیارین؟ سرورم، گلوله رو در آوردیم، جلوی خونریزی رو گرفتیم، ولی چی؟ ولی گلوله به زهر آلوده شده. زهر وارد خون شده و تو وجودش پخش شده. اوضاع خیلی وخیمه. سگای کثیف، فسیح. خیلی خوب، حالا که اینجوریه پادزهرشو درست کنید. سرورم، برای تثبیت محتویات زهر ممکنه روزها زمان ببره. نمیدونیم تا اون موقع میتونه دوام بیاره یا نه. این چه حرفیه بهجت مولا؟ این همه حکیم به چه دردی میخوری؟ یه راهی پیدا کنید. همینجوری دست پا بسته میخواین منتظر بمونین؟ سرورم، کارهای لازم رو انجام دادیم. برای کم کردن اثر زهر باید که تلاش کنیم، ولی خب از اینجا به بعد دیگه همه چیز دست پروردگاره. متاسفانه جز انتظار کاری از دستمون بر نمیاد. نمیتونیم کاری کنیم. این زنا منو دیوونه میکنن زفیر. هیچ کاریو نمیتونن انجام بدن. نه تنها خودشون کاری نمیکنن، بلکه مانع انجام کارهای ما هم میشه. محمودو که نتونستم بکشم و جاسوس خودم هم از دست دادم. مطمئن نیستم منو مرده باشه. شاید منو زنده است. معلوم نیست. نه، حواست به قصر باشه زفیر. از همه چیز خبردار شو. آنا نباید بمیره. نباید بمیره تا بتونه اشتباهاتشو کامل جبران کنه. تو چطور به خاطر من جون تو فدا کردی؟ هیچ فکر نکردی که من بدون تو چه حالی میشم؟ خدای بزرگ، میدونم همه چی با لطف تو شروع میشه. میدونم زندگی از توه، مرگ از توه. از تو اومدیم و به تو برمیگردیم. اونو خودت با لطف بهم دادی.
بازم به برش گردون. خواهش میکنم اون از من نگیر. خدایا اون از من نگیر. سرورم، نامیک پاشا اجازه ورود میخواد. بگو بیاد. سرورم. نامیک. آنا خانم چطوره؟ با مرگ دست و پنجه نرم میکنه، ولی میدونم کل شق و به لطف خدا شفا پیدا میکنه. خدا شفاشون بده. تونستین بفهمین اون ملعون کیه؟ از طرف کیه؟ فهمیدم اسمش یورگوه. حدس میزنیم رومی باشه. آقا موسی تو محله های رومی داره تحقیق. عالیه. نامیک پاشا، این وظیفه توئه که ببینی پشت این قضیه کیه، اونو بیارش پیش من. میخوام جزاشو با دستای خودم بدم. اطاعت میشه سرورم. این اطراف یکی به اسم یورگو زندگی میکرد. یه آدم قد بلند و بور، میشناسیدش؟ مثل اینکه شما دلتون مرگ میخواد. ناراحت نشو آقا، تو این محله بگردی 50 تا یورگو پیدا میکنی. بیشتر مردا هم این شکلی هم، واسه همین میخندی. راست میگه آقا، مردم این محله همه شبیه همه. چطوری پیدا کنیم یورگو را؟ راست میگی، ولی به جز بررسی کاری از دستمون بر نمیاد. یکم دیگه بر میگردیم. براتون بهترین اتاق آماده کردیم. بله خیلی قشنگه. راستی ازتون ممنونم، ولی فکر میکنم که زیاد اینجا موندگار باشم. استراحت کنید. اگرم چیزی خواستین کافیه صدام کنید. باشه، متشکرم. یهو خودشو انداخت جلوی پادشاه. اصلا فکر نکرد، نگفت چه بلایی سرم میاد. انبر آقا به لطف خدا شاید خوب شه، بلند شه دوباره. اون قلب اندازه کبوترش چطور اون زهر رو دفع کنه؟ چطور میتونه تحمل کنه این بارو؟ تو به صرافتش نگاه نکن، زن قویه. میبینین چه خوب میشه. مگه نه جفری کالفا؟ از خدا نمیشه ناامید شد، ولی حکیم هم زیاد حرفای امیدوار کننده نزد. باید هممون برای خبر بد آماده باشیم. پادشاهمون خودش به اندازه کافی ناراحته، پس شما هم اینجوری ناراحت نباشید. این وضعیت هم به شاهزاده کسی خبر نده. باید دعا کنیم، از ته دل باید دعا کنیم.